شام روز 9 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با افتخار راهبران دولت‌های اشتراکدار همایش‌های آسیای مرکزی روسیه و جلسه شورای سران دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل در بستانسرای شهری ضیافت غیر رسمی آراستند که با فضای گرم و صمیمی‌اش به یک محفل شام دوستی تبدیل یافت. سیر و گشت شامگاهی در فضای بسا گرم و صمیمی و دوستی و برادری جریان گرفت. مهمانان عالی مقام از طبیعت سبز و هوای تازه تاجیکستان حلاوت برده از نمایشگاه نعمت‌های طبیعی دیار بهشت‌آسای ما بازدید نمودند. نمایشگاه محصولات کشاورزی و طعام‌های ملی تاجیکستان در موضع زیبای و نظرربای بستانسرای حکومتی تشکیل کرده شده. در راهروهای علاهیده آن هر یک نمود محصولات کشاورزی با شکل و اسلوب خاص و آرایش گوناگون گذاشته شده بود. در نمایشگاه ده‌ها نمود سبزوات و پالزی‌ها، میوه‌های از لحاظ طعم و صفت به همتا به مثل انگور، سیب، نوک و انجیر، خشک میوه‌های با صفت از قبیل چهارمغز و بادام، مویز و پیسته و میوه‌های سیتروسی به معرض گذاشته شده بود. مهمانان عالی قدر به هر یک محصولات و نمودهای گوناگون طعام‌های ملی ما توجه زیاد ظاهر نمودند. سران دولت‌ها از مهمان نوازی تاجیکی که از جانب سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ظاهر گردید بسا شاد و ممنون شدند.